پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هیئت شخصی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برای گذشت پرد حربی بخشیده به 30 سالگی جشن قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سوار هستند. معاون یکم فرمانده سردار سرستاد قشون‌های سرحدی گنرال مایور رجب زاده. سلام رفیقان. سلام رفیق. شما را به افتخار 30 سالگی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و روز سرحدبانان تاجیک تبریک میگویم. آزاد. رفیقان، گنرال ها و افسران و سربازان قشون‌های سرحدی، نمایندگان ساختارهای نظامی و مقامات حفظی حقوق، همه شما را به افتخار جشن 30مین سالگرد تأسیس یابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم. حفظ و حمایه سرحد دولتی، تمامیت ارضی و صاحب اختیاری دولت وظیفه قشون‌های سرحدی همچون جزء مهمی قوه‌های مسلح تاجیکستان صاحب استقلال گذاشته شده است. با افتخار و قناعتمندی ابراز می‌دارم که خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی که این یک مسئولیت بزرگ شهروندی و رسالت و قرض مقدس فرزندی خود را از آغاز تأسیس یابی این ساختار نظامی تا امروز با شرفانه انجام داده ایستادند. نتیجه همین خدمت صادقانه و ننگ و ناموس شماست که امروز دولت و مردم تاجیکستان در سیمای خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی، حامیان صادق مرز و بوم وطن، محافظان با اعتماد آرامی و آسودگی جامعه و دستاوردهای دوران استقلال دولت تاجیکان را می‌بینند و قدردانی می‌کنند. قشون‌های سرحدی ما در تاریخ نچندان طولانی موجودیت خود
با دستگیری حکومت مملکت با یکی از ساختارهای نیرومند و منظم قواهای مسلح کشور مبادل گردیده، حالا با اساسهای مستحکم مادی و تکنیکی، شرایط معاصر و مهمتر از همه هیئت فرماندهی و متخصصان بلند اختصاص نظامی تأمین می باشد. باید گفت که احساس گرمی وطن دوستی و وطن پرستی و دوست داشتن هر وجب خاک وطن از جمله ارزش‌های مقدس و سنت‌های باستانی ملت تاجیک می باشند و تمام فرزندان قهرمان خلق ما که ما امروز نام و کارنامه آنها را با افتخار به یاد می آوریم، محض فداکاران راه حمایه مرز و بوم وطن و آب و خاک سرزمین اجدادی بودند. محض به همین خاطر ضرور است که هر یک سرباز و افسر از جمله شما مرزبانان شجاع ماهیت وطنداری و استقلال و صاحب اختیاری را عمیقاً درک کنید و با جان و دل احساس نمایید که وطن مادر مفهوم‌های مقدس و استقلال و آزادی نعمت بزرگ برای هر یکی ما می باشند. مبارزه وطن خواهانه یکی از سرلشکران بی همتای ملت ما، سپیتمین صحیفه درخشان کارنمایی و فداکاری تاریخی به خاطر حفظ سرزمین اجدادی از هجوم اجنبیان به حساب می رود. چنین مثال های مبارزه و قهرمانی ها در تاریخ چندین هزار ساله خلقمان ثابت می سازند که حمایه وطن در همه دور زمان ها برای هر یک فردی با ننگ و ناموس و وطن دوست و وطن پرست از جمله شما سرحدبانان که وارثی ارزنده گذشتگان نیکنام خود می باشید، نشانه جوانمردی و شرف می باشد. بنابراین خدمتچان حربی قشون‌های سرحدی، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق باید از تاریخ عبرت آموز ملت سربلند و آزادیخواه، صاحب معرفت و تمدن ساز و سازنده و آبادگر تاجیک سبق جانیساری و مردانگی آموزند. دولت و حکومت مملکت با جسارت و دلیری و خدمت صادقانه و صافدلانه خدمتچان حربی قشون‌های سرحدی عرض می‌گذارد شجاعت و فداکاری و خدمت‌های شایان فرزندان با ننگ و ناموس وطن را که هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی برای حمایه مرزهای کشور جان خود را از دست دادند هرگز فراموش نمی کنند. در برابر این حکومت مملکت با در نظر داشت مسئولیت و مشکلات خدمت مرزبانی در قطار دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق برای فراهم آوردن شرایط مساعد و باز هم بهتر گردانیدن وضع اجتماعی آنها همه امکانیت‌ها را روانه می‌سازد. امروز وضع بسیار حساس و ناآرام منطقه و جهان، اینچنین حل مسائل وابسته به تأمین امنیت ملی و حفظ منفعت‌های دولتمان از سرحدبانان طلب می‌کند که بیش از هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشند، آماده باشی خود را منتظم بلند بردارند و به اجرای رسالت کسبی خود در نزد وطن مادر با مسئولیت بیشتر مناسبت نمایند. بیش از 13 سال این جانب تاجیکستان در صف پیش مبارزه
با خطرهای معاصر جهانی از جمله افراطگرایی و تروریسم قرار دارد و در پیشگیری کردن پهن‌شوی این خطر و تهدیدها به منطقه و جهان نقش کلیدی می‌بازد. با اعتماد کامل اظهار می‌دارم که هیئت شخصی قشون‌های سرحدی عنعنه‌های دیرینه اجدادی نکنام و دولت صاحب استقلالمان را ادامه داده حمایه مرز مقدس وطن عزیزمان را من بعد نیز با انتظام نمونوی رویه بلند وطن دوستی و صداقت و سوگند حربی تأمین خواهد کرد. باور دارم که شما مردان شجاع وطن همچون جوان مردان با ننگ و ناموس ملت در آینده نیز نه تنها در حمایه با اعتماد سرحدی دولتی اینچنین در رشد و پایندگی دولتی صاحب استقلال و صاحب اختیار تاجیکان که آرمان هزار ساله این یاگان نیک نام ما می باشد پیشرفت و نمونه خواهد بود. بار دیگر هر یکی شما محافظان شجاع مرز و بوم وطن را به افتخار 30 سالگی تأسیس یابی قشون‌های سرحدی صمیمانه تبریک میگویم و به هر یکی شما تندرستی و خانه آباد، روح متین و اراده قوی آرزومندم. جشن مبارک مردان شجاع وطن. موافق روتا یا روبرو دیگر روبرو در مسافه یک صفبان توجه بر راست مقدم مرد. قشون‌های سرحدی دستاورد بی‌نظیر دوران استقلال، رکن مهم دولتداری و سپری با اعتماد مرزهای دولتی می باشند. در طول 30 سال فعالیت قشون‌های سرحدی به یک ساختار نیرومند واقعاً متشکل و زودعمل تبدیل یافته امروز قادرند که در مقابل همه گونه تهدید و خطرهای جهانی معاصر استوار، تمامیت ارضی، صاحب اختیاری دولت و امنیت ساکنان کشور را تأمین نمایند. تحت نوای ارکستر حربی نفسی گذشت نظامی را تعلیم گیرندگان گیمنازیای حربی وارثان کوروش کبیر آغاز کردند. این نورسان افسران آینده قشون‌های سرحدی می باشند. حالا از میدان افسران ریاست و شعبه‌های دستگاه مرکزی هیئت راهبری کننده قشون‌های سرحدی می‌گذارند که در تهیه و آماده کردن حجت‌های معیاری حقوقی آید به جنبه‌های گوناگون فعالیت قشون‌های سرحدی نظارت و اجرای نقشه چاره‌بینی‌های اساسی سهمی ارزنده دارند. زمیلتی حمیده‌ایم برای حفظ ننگ صف کشیده‌ایم. گذشت نظامی را ریاست قشون‌های سرحدی در ولایت سوغد ادامه می‌دهند. این جوانمردان شایسته کارزار با درک مسئولیت
احساس و افتخار ملی شب و روز چون سپری با اعتماد در منطقه و مرزهای مقدس کشور شرف و ناموس وطن و پرچم تاجیکستان صاحب استقلال را حفظ می نمایند. مرزبانم مرزبانم مرزبان، مرزی خود را حفظ می سازم به جان. افسری با شرفی این وطنم، افسری با شرفی این وطنم، از دل و جان به صفی این وطنم. دل را چوب مرزی تو ببستیم وطن، مرزت شده ایم و به شکستیم وطن. اکنون به میدان هیئت ریاست قشون‌های سرحدی در ولایت ختلان نزدیک می شوند که یکی از کلانترین سمت خدمت قشون‌های سرحدی می باشند. هیئت شخصی آن از حساب جوانمردان دلیر و غیور، افسران با ننگ و ناموس، سربازان، حامیان امروز و فردای تاجیکستان محبوب پوره گردیده است که مرزهای کشور را چون گوهرکی چشم حفظ می کنند. زیرا سرحد دروازه دولت، یکی از نشانه های دولت صاحب استقلال می باشد. در مرزی تو ما دستی به دستیم وطن، ما زنده خطی مرزی تو هستیم وطن. سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان از آغاز بنیاد قشون‌های سرحدی برای نوسازی، تجهیزانیدن انفراستراکچور حربی و آماده سازی متخصصان کسبی تدبیرهای زیاد را عملی نمودند. عین زمان در قلمرو کشور زیاده از 100 گذرگاه سرحدی فعالیت می‌کند که تعیینات گوناگون دارند. چند سال اخیر باشد بیش از 120 دیدبانگاه سرحدی به طلبات زمان موافق بنیاد کرده شده است. خاک تو گوهر است، آغوش تو صدف، حفظ امانیت ما را بود شرف. هست در این ابدی مرزی وفا، همه سوی وطن قبله ما. عین زمان با میدان هیئت شخصی ریاست قشون‌های سرحدی در ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌گذرند. دیدبانگاه‌هایی که در تابعیت ریاست مذکور قرار دارند تشکیل محافظت سرحد دولتی را در منطقه‌های مشکل گذر کوهستان کشور به ذمه دارند. قشون‌های سرحدی در خط پیش مقاومت با خطر و تهدیدهای جهان معاصر از جمله پهنشوی تروریسم و اکستریمیسم و جنایت‌های متشکل ترانسمیلی قرار داشته رسالت کسبی و قرض فرزندی خود را در نزد دولت و ملت سربلندانه اجرا می‌نمایند. در مرزی میهن با ننگ و آریم، چون کوهی میهن ما استواریم.
متای ننگ باشد پرچمم، از متای ننگ باشد پرچمم، در ره پیمان خود مستحکمم. چشمی روشنی تویم وطن، تیغ و جوشنی تویم وطن، صدی آهنی تویم وطن، مرگی دشمنی تویم وطن. خدمتیان حربی کشونهای سرحدی از بسیار امتحان و آزمایش‌های سخت و سنگین با دلیری و مردانگی گذشتند. دولت، حکومت و مردم تاجیکستان در سیمای مرزبانان حامیان صادق سرحدات را می‌بینند که من بعد نیز و سوگند حربی خود صادق مانده برای حفظ هر یک وجب خاک مقدس تاجیکستان محبوب سربلندانه خدمت میکنند. از برای حق شیر پاکی مادران، از برای حرمت وقار خواهران، پاس امر حق پیشوای خیش، جان به کف نهاده‌ایم چون دلاوران. حالا از میدان مربیان و کورسانتان دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان می‌گذرند. دانشکده عالی سرحدی افسران لیاقتمند کسبی را از روی اختصاص‌های گوناگون برای حفظ سرحدی دولتی آماده می‌کند. ما نه تنها پسری این وطنیم، بلکه با جان سپری این وطنیم. اکنون به میدان وطن چون رستمان تهمتن آیند، چون جان وطن شان وطن شان وطن، بانو دلیران وطن گردآفریدان وطن. زنان و بانوان در همه سمت‌های پیشبری خدمت در سرحدات فعالیتی گسترده دارند. خدمت صافدلانه و صادقانه گردآفریدان، دست شفقت و سازنده آنها باعث جسارت، افتخار و پیروی ده‌ها زنان و بانوان تاجیک گشته است. آرزویم، آرمانم، افتخارم ای وطن، آبرویم، شان و شانم، اعتبارم ای وطن. از میدان خدمتیان حربی مرکزهای تعلیمی قشون‌های سرحدی می‌گذرند. مرکز تعلیمی پایتخت یکی از اولین زمینه‌های تعلیمی گوهره مرزبانان میباشد. با شرافت استقلال دولتی مرکزهای تعلیمی با شرایط معاصر تامین بوده از روی 15 اختصاص خدمتیان حربی را برای جزء و تام‌های سرحدی آماده می‌نمایند. وطن را چو فرزند دل داده ایم، به اجرای هر امرش آماده ایم. تاریخ ملک ما اندرزنامه است. تاریخ ملک ما اندرزنامه است. هر ذره خاک ما یک مرزنامه است. نسل جوانی ملتیم، روح و روانی ملتیم،
شهرت فیضای ملتیم، با پیشوای ملتیم. قدرت و توان ما در وحدت و اتحاد ماست. قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان در هماهنگی و یکجایگی قادرند که صلح و ثبات، امنیت دولت، حیات آسایشته مردم کشور، تمامیت ارضی و استقلال دولتی را تأمین نمایند. سرحد خاک تو سرحد جان ماست، حد خاکت وطن حد ایمان ماست. بهر قصر نام و ننگی آریا، پایه سازیم استخوان دست و پا. افتخار ملت فرخنده ایم، وارث سامانیان هستیم ما، در وفا پیوند جان هستیم ما. فرزندی همین خاکیم، چون چشمه آن پاکیم. ما قلعه امنیت در سنگر مردانیم. سربرافراخته سرباز وطن ما و توییم. سپری ننگی دری بازی وطن ما و توییم. این شجاعت به دل و جان و تن از سرور ماست. پیشوای وطنی ما شرف و باوری ماست. از میدان گروه های مخصوصی رزویدکه قشون های سرحدی می گذارند. این دلاوران و رزمندگان، جوانانی با ننگ و ناموس ملت، همیشه در خط اولی مبارزه با مرز شکنان قرار داشته. اکثریت در این جبهه صداقت، مهارت جنگی و تجربه کافی دارند. گروه های مخصوصی رزویدکه قوه ظفر آوری مرزبانان می باشند. زحمت مردمت پایه دولت است. وحدت و حکمتت منشأ قدرت است. سرورت بهترین گرد این ملت است. زیر فرمان او جان فدای توییم. همتن و همدل مردمی کشوریم. روز و شب سرفیشان در بری سروریم. آبروی تو را ما به جان می خریم. دردهایت به جان ما دوای توییم. هزار جان دهیم اگر به حفظ این وطن کم است. هزار جان دهیم اگر به حفظ این وطن کم است. وطن نه لعل و نه گوهر، بهای جان آدم است. شکر آبادی دوران میکنیم، شکر خاک تاجیکستان میکنیم. مرزبانم، مرزبانی کشورم، پاسبانی منظر و بام و درم. یادگاری آر و ناموسی پدر، پاسداری آرزوی مادرم. ما مرزبانی میهنیم، زور و توانی میهنیم.
آرام یک دم نیستیم، آرام جانی میهنیم. دلیران و شیرانی روی نتن سپر کرده جان را به حفظ وطن. عین زمان به نزد منبر کینولوگ ها با سگ‌های خدمتی نزدیک می شوند. سال 2012 اولین کینولوگ ها افسران کسبی اکادمی خدمات سرحدی را ختم نمودند. در قشون‌های سرحدی سگ‌های خدمتی برای کفت و کاف، پاسبان مخصوص، مینه‌جویی و قراولی آماده گردیده در سمت آشکار نمودن سرحدشکنان استفاده می شوند. سگ‌های خدمتی متکا و فرمانبردار و در لحظه های ضروری دوستان غمخوار و وفادار مرزبانان می باشند. ای وطن، هر مرزبانت جان فدای ملت است. مرزبان اول اما پیشوای ملت است. گذشت نظامی را هیئت ارکستر حربی متحده قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان انجام می‌دهند. قسم به نام پاک و با صفای تو، قسم به آب و خاک و بر هوای تو، شرف بود ایا وطن دفاعی تو، سپر کنیم جان و تن برای تو.